در مورد صحبت‌هایی که میشه اینجا با همدیگه خواهیم دید. اجازه بدین با آقای مهندس آقا کثیری شروع کنم. ما عادت داریم شما رو از طریق این پنجره کوچیکی که اینجا هست می‌بینیم در جاهای مختلف، اخبار مختلف. امروز چی دارین برای ما؟ امروز صحبتمون چی هست دقیقاً؟ اگه اجازه فرمایید من عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان محترم برنامه طلوع، بینندگان فرهیخته‌ای که همیشه یار و همراه ما هستند. اگه اجازه فرمایید ما در واقع بحثی رو که امروز پیش بینی کردیم راجبش بپردازیم، بحث صنایع پیشرفته یا های تک هست. همونطوری که مستحضری تو بحث استراتژی توسعه صنعتی ما توی کشورمون خیلی تو بعضی زمینه‌ها به ویژه خیلی خوب پیشرفت کردیم و آینده خوبی رو تو اون زمینه‌ها می‌بینیم. امیدوارم این گسترش پیدا کنه، سرمایه‌گذاری‌های چه علمی چه هزینه‌های مالی فکر می‌کنم بهتره که گسترش پیدا کنه. دقیقاً همینطوره. الان یکی از سیاست‌گذاری‌هایی که همه کشورهای پیشرفته هم برای این موضوع انجام میدن بحث در واقع صنایع پیشرفته هست. تو استراتژی توسعه صنعتی جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به سند بالادستی یا همون سند چشم‌انداز توسعه که سند 20 ساله هستش، چشم‌انداز 20 ساله هستش، به های تک اهمیت ویژه‌ای داده شده تا جایی که در واقع حالا تارگت گذاریایی کرده که ما به کجاها برسیم. آقای مهندسی، یه دفعه ما با همدیگه پیش از برنامه صحبت می‌کردیم که خورده سر تعریف به حساب حدود و ثغور های تک یه خورده اختلاف نظر داشتیم، من بیشتر توجیه شدم. اول ممکنه بفرمایید که این های تک وقتی که میگیم منظورمون دقیقاً چه بازه‌ای از صنایع هست؟ بله، من حالا زیر شاخه‌هاش رو عرض می‌کنم، ولی فاکتورهای مشخصه‌ای که ما در واقع های تک رو باهاش میشناسیم صنایعی هستن که در واقع دانش توشون نقش جدی ایفا میکنه. بیشتر نیروهای کارشناسی جدی رو دادن، یعنی و در واقع بیشتر تمرکزشون بر نیروهای متخصص و دانش محور هست. طول عمر تکنولوژی خیلی بالایی ندارن به خاطر دائم تغییراتی که دائما در واقع انجام میشه. زیر شاخه هایی که مشخصاً برای توسعه یعنی بحث صنایع پیشرفته یا های تک تعریف شده، مباحث الکترونیک، میکروالکترونیک و برق پیشرفته هستش. لیزر و اپتیک، مهندسی پزشکی، هوافضا، انرژی های نو و تجدیدپذیر، بیوتکنولوژی و علوم زیستی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مواد جدید و نانوتکنولوژی. این در واقع 8 تا کلاستر و کاتگوریه که زیر شاخه های در واقع صنایع پیشرفته طبقه بندی میشه. فناوری اطلاعات هم با توجه به اینکه گسترش پیدا کرده و عادی شده ولی باز هم همچنان. بله دقیقاً. حالا در واقع ما تو بسیاری از صنایع هم هستش که خود صنعت ممکنه در واقع جزء کاتگوری های تک نباشه ولی روش ها و در واقع پروسیجر تولیدش پیشرفته باشه، یعنی فرآیند پیشرفته است. حالا در واقع یکی از مباحثی هم که امروز ما مورد اعتنا قرار میدیم همین بحث بیوتکنولوژی که حالا در واقع نمایشگاه بایو ایشیا 2012 و بایو بنگلور هم در هندوستان در واقع حضور داشتیم و گزارشاتی رو برای بینندگان محترم تهیه